هیچ وقت اون شب رو فراموش نمی کنم. شبی که همه چیز برق می زد. لباسها، تالار، لبخندها، دوربینها. اما پشت اون نورها و تشریفات چیز دیگه ای جریان داشت. چیزی که فقط من می دونستم. چون اون شب فقط یه مراسم رسمی نبود. اون شب زندگی من برای همیشه عوض شد. من دختری 21 ساله بودم، ساده، پر انرژی، با دلی پر از رویا. دختری که تا چند سال پیش دانشجوی معماری در پاریس بود و حالا ناگهان در قلب یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران قرار گرفته بود. از ماه‌ها قبل نشانه‌هایی بود، دعوت‌های رسمی، ملاقات‌های پنهانی، نگاه‌هایی که معنا داشت، اما حتی در شیرین‌ترین خیالاتم هم تصور نمی‌کردم قرار ملکه یک کشور بشم، یا شاید همسر کسی که همه بهش به چشم پادشاه نگاه می‌کردند. نه، من اون زمان فقط به این فکر می‌کردم که کنار کسی هستم که با من مثل یک انسان عادی حرف میزنه، که منو میفهمه. لبخندش نه از روی قدرت، از روی محبت بود. وقتی محمد رضا به هم گفت که میخواد با من ازدواج کنه، اولین چیزی که گفتم این بود: مطمئنی؟ چون باورش سخت بود، نه فقط برای من، برای خیلی ها. خانواده من اهل سیاست نبودن، کاخ نداشتیم، لقب نداشتیم. من فقط یه دختر بودم که عاشق طراحی، ورزش و زندگی بود. مراسم ازدواجمون یکی از باشکوه ترین مراسم هایی بود که تا اون زمان در ایران برگزار شده بود. خیابون ها پر بودن از مردم، دوربین ها همه جا بودن، لبخندها مصنوعی بودن، جز مال من. من واقعا خوشحال بودم، چون داشتم با کسی ازدواج می کردم که عاشقش بودم. نه برای تاج و تختش، بلکه برای حرفاش، نگاهش، سادگیش. اما همه چیز اونقدر هم بی‌نقص نبود. مثلا لحظه‌ای که قرار بود حلقه ازدواج رو بدم، تازه فهمیدم برای شاه حلقه نیاوردم. همه متعجب شده بودن. یه سکوت سنگینی افتاد توی سالن. اما اردشیر زاهدی سریع حلقه خودش رو در آورد و به هم داد تا ماجرا تموم شه. بعدها خیلی ها اینو مسخره کردن، اما برامون یه خاطره بامزه شد، یه خاطره واقعی بین اون همه چیز ساختگی. و این فقط یکی از چندین لحظه‌ای بود که من باعث تعجب اطرافیان شدم. مثلا وقتی که بعد از خطبه عقد بی معطلی بله گفتم، یا وقتی که وسط مهمونی شروع به رقصیدن کردم. برای من اون لحظه ها طبیعی بودن، چون همیشه همینطور بودم، بی تکلف، بی نقاب. اما دربار با من مهربون نبود، مخصوصا در روزهای اول. خواهرای شاه گاهی با نیش و کنایه با هم حرف می زدن. ملکه مادر نگاه سنگینی داشت، بعضی وقتها به وضوح ناراحتیش رو از حضور من نشون میداد. میگفتن زیادی خودمونیم، زیادی شادم. راستش رو بخواین من هیچ وقت نمیخواستم یک ملکه کلاسیک باشم. از اون زنهای ساکت و خشک و پر از غرور خوشم نمی اومد. محمد رضا هم اینو میدونست. بارها به هم گفته بود من دنبال یه همدم واقعیم، نه یه مجسمه طلایی. و همین باعث شد توی روزهای سخت هم با هم بمونیم. هر وقت از توهین‌ها یا بیمهری‌ها خسته می‌شدم، به خودم میگفتم فرح، تو به خاطر قدرت اینجایی یا به خاطر عشقی که بهش داری؟ و همیشه عشق برنده میشد. بعد از عروسی دیگه اون دختر ساده محله قلهک نبودم. حالا توی آپارتمانی که ملکه مادر موقتا به همون داده بود زندگی می کردیم. مامانم هنوز باورش نمی شد. هر وقت می دیدم دلش گرفته می بردمش کنار پنجره، جایی که شاه رو از دور می شد دید. می گفتم ببین مامان، همون مردی که یه بار از توی ماشینش به همون دست تکون داد حالا شوهرمه. روزهای اول پر از تجربه های تازه بود. با خانواده سلطنتی آشنا شدم.
با تشریفات، مراسمات، کلمه‌های رسمی، اما دلم هنوز دنبال سادگی بود. هنوز دوست داشتم با مردم حرف بزنم، توی خیابون قدم بزنم یا توی باغچه گلدون آب بدم. گاهی وقتی کسی منو نمی‌شناخت خوشحال‌تر می‌شدم، چون میتونستم بدون قضاوت خودم باشم. یکی از شیرین ترین خاطراتم پاییز اون ساله. وقتی فهمید که پاییز رو دوست دارم گفت بریم بیرون. با هم میرفتیم شمال تهران زیر درخت‌های نارنج و چنار. یه ماشین امنیتی هم پشت سرمون می اومد، اما ما فقط به خنده هامون فکر می کردیم. مردم وقتی شاه رو تو خیابون می دیدن با احترام و علاقه بهش نگاه می کردن و اونم مثل یک دوست با لبخند جواب می داد. اما همون روزها کم کم سنگینی مسئولیت رو هم حس کردم هر کاری که میکنم، هر حرفی که میزنم برای بقیه مهمه. حتی یه رقص ساده تبدیل به بحث بزرگ شد. ملکه مادر گفت این رفتار در شأن همسر پادشاه نیست. من سکوت کردم ولی دلم شکست، چون اون لحظه فقط داشتم خوشحالیمو نشون میدادم، همون چیزی که همیشه بودم. با تولد رضا نقش جدیدی وارد زندگیمون شد، مادر بودن. حالا نه فقط همسر پادشاه که مادر ولیعهد بودم. فشارها بیشتر شد، دخالتها، نگاهها، قضاوتها، اما هیچ کدوم نتونستن اون عشق رو از من بگیرن. عشقی که به پسرم داشتم، عشقی که هنوز توی چشمهای محمد رضا می دیدم. و با همه سختی ها، با همه حاشیه ها، هنوز هم به اون شب فکر می کنم. شبی که با یه حلقه قرضی، با یه بله بیمکس، با یه رقص بی‌پروا وارد دنیایی شدم که شاید هیچ وقت برای من ساخته نشده بود، اما من با تمام وجود سعی کردم توش خودم باشم. اون شب فقط یه عروسی سلطنتی نبود. اون شب شروع قصه زنی بود که تصمیم گرفت حتی وسط زر و زیور ساده بمونه و تا جایی که بتونه شادی رو بین مردمش تقسیم کنه. اگر از این روایت صادقانه لذت بردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت به همون دلگرمی میده و فراموش نکنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدیمون هم از دست ندید.